салом. اینجا دو خانواده برای صاحبی فرزند جنجال و کشمکش دارند. مادر می‌خواهد بر طبق قانون و امرهای دادگاه که سال پیش صادر شده است فرزندش را از پدر پس بگیرد و خودش تربیت کند، ولی نمی‌تواند. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این سوال و فهمیدن سبب جنگ و دعوا به دهه مهنت‌آباد ناحیه کوشانیان به نزد مادر غمزده طفل می‌رویم. بسیار یاد کردم. بسیار میخوام فرزندم پیشم باشم. شب خواب ندارم. هر دفعه که میرم فقط گریه میکنم. حتی آغوش با گرفتن نمیتونم فرزندم. گلبهار برای انس کودک خردسالش میگیرد چون 1.5 سال است او را به سختی به مادر نشان میدهند. نه از حق مادری محروم است نه به او ظلم و بدرفتاری کرده است که از دستش گرفتند. نمیتونم فرزندم. چند بار سودکتی رفتیم سند ترتیب دادگی پدرش نمیتون. او وایان اوجا شرایط ندارن قشلاقیان گفتم خیلی گپای دغلونا میزنه. من نمیتونم که کتی اوچش تعلیم و تربیه گیره گفته. در یکی از سندهای این بسته دادگاه ناحیه فردوسی سال 2022 امر داده است انس آن زمان 5 ساله و عطیه 3 ساله را از دست پدرشان فرهاد بابا کلانوف بگیرند و به مادر بدهند چون پدر به کار دولت و خانه بند است و وقتی تربیت کودکان را ندارد. از این رو سود مهر و محبت دواگر را نسبت به فرزندانش و دیگر خصوصیت‌های خاص عائله‌داری و فرزندداری را به اینابت گرفته لازم دانست کودکان را به مادرش برگرداند. برخلاف قرار دادگاه فرهاد بابا کلانوف ساکن ناحیه فردوسی که نخواست ماجرا را به رادیو آزادی شهر دهد دختر را به مادر برگرداند، پسر را نه. زوری میکنن طرف سود نمیتیم میگه نمیبره فرزندمونه. زوری کرده میگه که من میگیرم ولی اوشم میرم میگیرم. کتی خودم زندگی میکنم میگه. مردی کوچه او چخه تربیه میده. او چش تگی 70 رفته سه او کودکی مرا ای کجا تعلیم میده. چیزی نباشد تعلیم مادر دیگه تربیه مادر دیگه. برای سرپیچی از اجرای قرار دادگاه و برنگردانیدن انس دادستانی به ضد پدر کودکان پرونده باز کرده است که جریمه یا حبس 15 روزی را هم در نظر دارد، اما بعد این هم انس را ندادند. گلبهار میگوید هر وقت به سراغ کودکش می رود جنگ و دعوا می شنود و گریان برمیگردد. مثل این لحظه مادر کودکان که از این جنگ و دعواها خسته شده است میگوید هیچگاه نمیخواهد فرزندان را از پدر زنده جدا کند. من جدا کردنی نیستم ای پدرش ای اولادش ای امش رفت آمد کنن. نمیخوام جدا کنم. برا و پدرش بینه دونه پدرش کیه چیه برا و بیایه. نیکی میخوام کتی من باشن فرزنده تربیه مده باشن. بیایه بینه پدرش برا خونشان با بیاره میخوام مراسای خوب کنن. گلبهار میگوید از بس که در خانه شوهر عذابی زیاد کشیده و تحقیر زیاد شنید دیگر هوسی برگشتن به آنجا را ندارد. یگانه آرزویش برگردانیدن انس است. مادر خاطر فرزند زندگی میکنه. برای فرزند زندگی میکنه. شیرینی حیات برای مادر این فرزنده. فرزند نباشه زندگی کردن نمیتونی. من خوشبختی من قطعی فرزندم میبینم. دیگه یگم چیدن نمیبینم. خوشبختی من این فرزندم.
مادرانی مثل گلبهار که حالا بندی کار خود و تربیت دختری خوردیش است در تاجیکستان کم نیستند. تنها در 2 ماه سال 2023 در دادگاه ناحیه شاه منصور 10 بحث و شکایت درباره باقی ماندن فرزند بررسی شده است. معلوم نیست چند نفری آنها مثل گلبهار سرگردانند. حلنامه سود دارم. همه جا همه مقامات طرفی من به فایده من حل کردگی. نیکی گوش نمیکند قانون вообще ناپسندی میکند. خواهش میکنم که فرزندی مرا برگردونید. همساله در تاجیکستان 10,000 جفت از هم جدا می شوند و گاه جنجال و دعوای همسران برای باقی ماندن فرزند دور و دراز ادامه می کند. بر طبق قانون فرزند تا 10 سالگی باید با مادر باشد. بعضن حکم و امر و قرار دادگاه هم نمیتواند کودک را به آغوش مادر برگرداند و گاه با فاجعه هم انجام می‌یابد. مثل قضیه مهیره یتیمова یک ساکن دوشنبه که برای حق دیدار با فرزندانش دعوا داشت و سال 2018 شوهر سابقش او را در پیش چشم فرزندانش 13 کار زده کشت و به 18 سال زندان محکوم شد. برای پاسخ گرفتن به سوال مادران مثل گلبهار رحیمова در این برنامه به سراغ حقوقدان رفتیم تا بفهماند که مادری که دادگاه به نفع او قرار صادر کرده است از کدام راه برود که بچه‌اش را به جنگ و دعوا برگردانند. سوال اول همین است که قانون به نفع مادر قرار برآورده است که باید فرزند را به او بدهند، اما پدر قرار را به این نوبت نمیگیرد و نمیدهد. اینجا مادر چیکار باید کند؟ وقتی که سود قرار میبرد، سود حلنامه خودش میبرد، آیدی معین کرده این جای زیستی کودک همراه مادرش اون جایی که مادرش زندگی میکند باید در همونجا زندگی کند. برای اجرایش اجرا ورقه از طرف سود نوشته میشد. اجراچیان سود عهدهدار وظیفه‌دار هستند که کودک گرفته به مادرش دهند. اول مهلت میتید به طریق اختیاری، اگر اجرا نکند به طریق مجبوری اجرا میکند. اگر مانعی کند و مقابلت کند کارمندای مقامات اجرا و مقامات اجرا باید مکتوب کند به شعبه کارهای داخلی و با کمک کارمندان شعبه کارهای داخلی همراه گرفته رفته و یا مساعدت میکنند کودک با راه مجبوری یعنی با راه زوری میگیرند. در قضیه گلبهار کار تا به دادستانی رفته است و حتی به ضد پدر برای سرکشی از اجرای قرار پرونده باز کردند، ولی پسر باز هم در دست اوست. در اینجا قانون چی میگوید و مادر چی کار باید کند؟ این طور ممکن نیست که اجراچی ها گفت که ما اینا اجرا کرده نمیتونم و یا وظیفه دار هستند تا همون سند سودی اجرا نشود در استحصالات آنها اون قرار میگیرد و عهدهداری اجرا بر ذمه اجراچیان سود میشد، همون ناحیه یا شهر. شکایت کند یا از آنها طلب کند که سند سودی باید پور اجرا شود و کودک گرفته دهد. زن باید به کجا رود تا به دادش برسند و مشکلش را حل کنند؟ با اون شخصی که از طرف خدمات اجرای عهدهداری همون سند سودی به ذمه همون کارمند مقامات اجرا گذاشته شده است، همون کدام شهر ناحیه‌ای که باشد از همونها باید طلب کند. اگر آنها اجرا نکنند و سهلانکاری کنند نسبت همون عملهای مقامات کارمند مقامات اجرا شخص مسئول به مقامات پروکراتور یا به مقامات بالای خدمات اجرا شکایت کند که اجرا نکرده است. اون معمای کارمندان اجرا است که اونا با کدام راه نباشد باید اجرا کنند. قانون مکانیزم های کفایه، حقوق های کفایه و کارمندان مقامات اجرا داده که سندهای سودی اجرا شود. در مجموع قانون درباره وصایت فرزندان چی میگوید؟ وقتی که جفت از هم جدا میشوند فرزندان را باید به کی دهند؟ قضیه که شما گفتید قانون مسئله رو پوره به طرف همین زن حل کرد که قانونگذار پیش بینی میکند وقتی که عائله برهم میخورد جای زیست کودک یا تربیت کودک رو با نظر داشت منفعت خود کودک سود معین میکند. اگر به شرطی که بین زن و شوهر مراسا یا سازش عاید تربیت کودک به وجود نآمده باشد، قانونگذار اول به اختیار خود زن و مرد زن و شوهر میگذارد که به طریق سازش به طریق مراسا همه مسئله ها رو حل کنید. وقتی که این مسئله حل نشد و مراجعت به سود شد، سود طبق قانون سند خود را میبرد. قانون پیش بینی میکند که باید که همه حالت ها شرایط زیست دیگر مسئله های تربیت یعنی آن چیزی که برای کودک نفع آور است و زیان آور نیست به اعتبار گرفته
جای زیست کودک معین کند که همراه پدرش می باشد یا همراه مادرش. طبق همین سند می درآورد. لیکن یک اینجا باز علاوه کردن ضرور است که همچنین سود اگر کودک از سن 10 سالگی گذشته باشد، هنگام برآوردن قرار خود سود فکری همون کودک پرسیده به اینابت میگیرد خود فکری کودک رو هم. یگان توصیه خاص یا راه حل آسان‌تری هست که والدانی که از هم جدا شدند به بحث و دعوا که بر روان کودک تأثیری بد میگذارد سر مسئله وصایت و تربیت فرزند به موافقه برسند؟ اصلا طوری که گفتم قانونگذار پیش بینی میکند که باید که این به طریق سازش بین مراسای زن و شوهر این مسئله حل کرده شود. زن و شوهر با اساسی که عهده دارند که در مسئله معنویات کودک، فرهنگ، تربیت، سلامتی کودک هر دو طرف عهده دارد و هنگام قبول قرار با که کودک همراه میماند همه این چیزها به اعتبار گیرند. لیکن البته وقتی که این چیزها نمیشد، قانونگذار مکانیزم های معین را پیش بینی میکند که این مسئله باید بی ضرر رسانیدن به کودک حل کرده شود. خواهر عزیز و یا هر کدامی از شما که این برنامه رو میبینید، اگر درباره مشکل و مسئله‌ای که در میان گذاشتیم نظری دارید، به هیچ استحاله و خودداری زیر سلام خواهر بنویسید. برای شرح و نظرها بسیار سپاسگزاریم و سعی میکنیم مطابق به خواسته شما برنامه بسازیم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.